بینندگان عزیز تلویزیون پرتو، در بخش پایانی برنامه امروز میخوایم به موضوع حمله به دفتر یکی از روزنامه‌های فرانسوی بپردازیم. روزنامه شارلی هبدو که در این حمله تروریستی سردبیر اون به نام استفان شلبونیه معروف شارل به قتل رسیده. در این حمله تروریستی به همراه 11 تن از سایر همکارانش و شمار زیادی کشته شدن در این حمله تروریستی. ابتدا به این موضوع می‌پردازیم و سپس موضوع دیگه‌ای که در اروپا در امروز موضوع گرم مباحث جامعه امروز اروپا است. مهمان این بخش از برنامه ما سیاوش دانشوره. سیاوش دانشور، خوش اومدید. خیلی متشکرم. سلامت خدمت بینندگان گرامی. در مورد این ترور که الان برای بینندگان عزیز توضیح دادم، دیدگاه حزب حکمتی است به این مسئله چیه؟ حمله به یک روزنامه فرانسوی در پاریس امروز روز چهارشنبه اتفاق افتاده. ما به عنوان عملیات تروریستی عملا محکومش می‌کنیم. یه عمل جنایتکارانه و وحشیانه است، علیه آزادی بیان، علیه حقوق شهروندان، علیه امنیت جامعه است و راستش این محصل سیاست خود دولت‌های غربی در مماشات با جنبش اسلام سیاسیه که امروز در قالب داعش و برای تروریستایی که در فرانسه با الله اکبر میان به گوله میبندن مردم رو یا با ماشین به اصطلاح مردم توی بازار رو خیابون زیر میگیرن. این محصل سیاسی که شکست خورده در خودشون این صورت نشون میده. عمل جنایتکاری ما قوی اینو مقبول. ممنونم. به موضوع دیگه‌ای بپردازیم. مسئله رشد سازمان یا نهادی به اسم پیگیدا. از اطلاع بینندگان عزیز به اطلاعشون برسونم که یه سازمان به اسم میهن‌پرستان اروپایی برای غیر اسلامی کردن غربه که این سازمان در کشور اروپایی نیرو گرفته و در حال رشد. سیاوش دانشور، به عنوان سوال اول این بخش میخوام اینو ازتون بپرسم که دلایل اجتماعی عروج و رشد چنین سازمان‌هایی در اروپا چیه؟ به طور کلی ما در متن بحران اقتصاد جهانی سرمایه‌داری قرار داریم. تو این دوره‌ها جریانات خاکستری، جریانات وسط‌تر امکان رشد ندارن. جریاناتی که رشد میکنن معمولاً چپ افراطی یا راست افراطیه و تو متن بحران ما شاهد هستیم که پارلمان اروپا فاشیست رفتن تو، راسیست رفتن تو خود سوئد، آلمان، همینجا اتریش، فرانسه نیروی راسیستی دارن رشد میکنن. بیرون در سطح قوانین به اصطلاح اهدافشون داره پیش میره. بیرون جامعه عملیات راسیستی به شکل اروپایی بیشتر شده. در اوکراین اولا به عنوان ابزاری برای قدرت رسوندن طرفداران آلمان و دولت‌های غربی ازشون استفاده کردن و اتفاقی که داره در آلمان در هفته گذشته ما تظاهرات 18,000 نفر اینا رو داشتیم و بلافاصله در سوئد و دانمارک وارد شاخه‌هاشون تشکیل شدن. این جنبش فاشیستی خیلی روشنه و از ضربت اجتماعیش از بحران سرمایه‌داری میاد. چنگ انداختن به تبلیغات ناسیونالیستی، نژاد پرستانه علیه بخش ضعیف طبقه کارگر و بالا بردن دوز ناسیونالیسم و مهاجر ستیزی و کارگر ستیزی و سوسیالیست و کمونیست ستیزی اینا بنیادایی که همیشه فاشیسم و راسیسم روش رشد میکنه و اینا جدا از این قضیه نیستن. به نظر من این محصل سیاست دولت‌های اروپایی اینا. سیاست این جریانات چون این سازمان‌هایی چیه و اگه بخوام توی یک تقسیم بندی اون رو قرار بدیم تو کدوم بخش؟ مثلا راسیسم یا فاشیسم کدوم بخش از اینا قرار میگیره؟ کسایی که خودشون میگن میهن‌پرست اروپایی و به عنوان مثال در آلمان میگن شعار آلمان به آلمانیا تعلق داره یا در سوئد میگن سوئد به سوئدیا تعلق داره. خود واسه یه جریان فاشیستیه. اینا به خاطر اینکه بتونن سرشون رو روی آب نگه دارن این پیگیدا سعی کرده یه مبادی رو به هر حال توی اهدافش بیاره ولی در اساس یه جنبش فاشیستی، یه جنبش نژاد پرستانه است و تلاش میکنه به اصطلاح تحمیل بکنه به احزاب دست راستی در پارلمان، احزاب که وجود دارن به درجه بیشتری عقب برن در سطح قوانین نسبت به مهاجرین و غیر سیاست تنوع‌پذیریشون رو عوض بکنن و به طور معین الان آدمای منتسب به مسلمان رو مورد تهاجم قرار داده. ما آگاهانه باید
اسلام سیاسی به عنوان یک جنبش ارتجاعی مخالفیم، با اسلام مخالفیم، جنبش ضد اسلامی هستیم، اما با مردم منتسب مسلمان مخالف نیستیم. بالاخره افراد شهروندان جامعه مستقل از هر عقیده‌ای، مرامی، چیزی که دارن باید حقوق برابر داشته باشن و اینا مخالفت نمی‌کنن با جنبش اسلامی، حتی جایی معترف هم دیگه هستن، بلکه با یک نوع راسیسم ضد مسلمان و حمله به مسلمانان تلاش می‌کنن یه گروه رو به اصطلاح هدف قرار بگیرن، اهداف ارتجاعی خودشون رو پیش ببرن. امروز مسلمانان، فردا میتونه افغانی‌ها باشه، فردا میتونه ایرانی‌ها باشه، فردا میتونه هر گروه مهاجر دیگه باشه. این علالسوی است. در اهداف اینا هدف اینه که با حمله به یک بخش ضعیف‌تر جامعه که از محدودیت برخورداره و امکاناتی بیشتر نداشته باشه، به اون صورت اینو بتونن سیاست خودشون پیش ببرن. به عنوان سوال آخر از دو سوال تشکیل شده. یکی این سازمان همونطور که از اسمش برمیاد برای غیر اسلامی کردن اروپا در تلاشه و احتمال زیادی هم از این سیاست حمایت میکنن و در تظاهرات هایی که را میاندازن شرکت میکنن. تفاوت سیاست این سازمان ها با سیاست شما مشخصا ناظران کمونیسم کارگری و حزب حکمتی است. سیاست شما مخالف اسلام، رشد اسلام سیاسی و اسلامیسه کردن غرب هستید. این تفاوت کجا قرار داره؟ و مسئله دوم، راه حل رادیکال در مقابل رشد راسیسم و رشد چنین جریاناتی در اروپا چیست؟ این راه حل چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه؟ شاید در فرصت دیگه مفصل‌تر و دقیق تاریخ این کشمکش رو تو اروپا لااقل تا به جنبش آن برمیگرده بشه برشمرد و مراحلش رو گفت. منتها تفاوت اساسی اینه که ما از یک موضع برابری طلبانه، از یک موضع رفع تبعیض و از موضع شهروندان برابر در جامعه در مقابل قانون داریم به اصطلاح با اسلامیزی کردن جامعه مخالف هستیم. فاشیست‌ها از موضع نژاد پرستانه، از موضع راسیستی و از موضع یک سکولاریسم دست راستی به اصطلاح میخوان مهاجرین رو پس بزنن. امروز گفتم مردم منتسب مسلمان و فردا میتونه هر بخش دیگه‌ای باشه. به عنوان مثال ما فکر میکنیم همین پیگیدا محصول جانبی سیاسی دولت‌های غربیه که همیشه سعی کردن به جنبش اسلام سیاسی پروبال بدن و سعی کنن اسلام به اصطلاح معتدل و میانه رو در مقابل فاندامنتالیسم رشد بدن، به جای اینکه علیه کل اسلام سیاسی باشن علیه فاندامنتالیسم جنگیدن، به اصطلاح افراطیاشون و حتی بخشی از چپ‌ها چنین سیاستی داشتن و این خودش به رشد اسلام سیاسی منجر شده و الان به تروریسم و به داعش و به این گروه ها که می‌بینیم که همین نازیستا میان الان حمله می‌کنن به هایمای پناهندگی، آتیش می‌زنن، پناهندار رو می‌گیرن با چاقو می‌کشن. این کاری که اسلامی ها می‌کنن. تقابل اسلامی سلفی با نژاد پرست در واقع تقابل دو گروه دست راستی ارتجاعی با عقاید نژاد پرستانه علیه بقیه شهروندان. ما از موضع بقیه شهروندان و از موضع آزادی، برابری و رفع تبعیض ما خواهان این بودیم که کودکان حق برابر دارن تو این جامعه، شهروندان برابرن در مقابل قانون، نسبیت فرهنگی که دیدگاه نژاد پرستانه است، مدرسه اسلامی نمیخوایم، دادگاه شریعه نمیخوایم، واتیکان اسلامی نمیخوایم، هیچ نوع تبعیضی نسبت به هیچ بخش از جامعه بر اساس احیانا جرمی یا کاری که کرده نباید برای اینکه بک‌گراندش اروپایی یا غیر اروپایی رایج بشه. ما جریانی هستیم که برای به اصطلاح حقوق برابر، رفع تبعیض، جذب در جامعه و دفاع از حقوق شهروندی مبارزه میکنیم. اینا جریانی هستن که برای پاکسازی ملی، قومی، مذهبی دارن مبارزه میکنن. اسلامی هم که تکلیفشون معلومه، هر چی جز خودشون باشه لایق مرگ میدونن. در نتیجه ما تفاوتمون از زمین تا آسمان، ما از یک دیدگاه سوسیالیستی داریم اینا رو نقد میکنیم و عقب می‌رونیم، از یک دیدگاه دست راستی و فاشیستی تلاش میکنیم وضعیت موجود بدتر کنیم. برای حل رادیکال به نظر من جنبش کارگری در جامعه، چپ جامعه باید به اصطلاح حول محور برابری و رفع تبعیض بسیج بشه و اینکه همه شهروند جامعه، همه نقطه عظیمت شهروند، حقوق برابر، شرایط برابر و قانون، دولت مطلقاً به اصطلاح هیچ کدوم از اینا، تعطیلی مدارس مذهبی، برچیدن مدارس مذهبی، برچیدن قوانین تبعیض‌آمیز، لغو حجاب کودک، به اصطلاح ایجاد مکانیزم سیاسی و اقتصادی که به اصطلاح بخش وسیع مهاجرین که الان تو حاشیه جامعه هستن بتونن در بازار کار و در این جامعه جذب بشن و یه زندگی نرمال رو به اصطلاح داشته باشن. این میتونه راهی باشه که جلوی رشد اسلامی، مدارس اسلامی، سربازی برای جنبش اسلامی رو
رو بگیره، ولی دولت‌ها این کارو نمی‌کنن چون که صرفه نیست. در نتیجه یه خان اسلامی به اصطلاح مسجد میدن، پول میدن، امکانات میدن و میکننش نماینده مسلمانان و ماحصلش این وضعیتی که دیدیم، از اون بر اسلامیسم رشد میکنه، تروریسم اسلامی، از اون فاشیسم. یعنی دو تا راه حل به بنبست رسیده، راه حلی کمونیسم کارگری داده. من فکر کنم فوق‌العاده معتبره و هر جریان رادیکال و کارگری هم تو اروپا بخواد راه حل واقعی رو به در بگیره، باید دست بر ریشه جامعه و برابری رو رفع حضور بخواد انجام بده. سیاوش دانشور، ممنونم برای حضورتون در این برنامه. بینندگان عزیز، به پایان برنامه‌های امروز تلویزیون پاسو رسیدیم. با ما در ارتباط باشید. ایمیل ما از tvparso@gmail.com. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید و ما رو در بهتر کردن برنامه‌ها یاری کنید. به اتفاق همه همکارانم شب و روز خوبی برای همه شما آرزو دارم.